خدا داده نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. خدا داده نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. نوری تو چشمانی من، هستی تو نشانی من، منی ای جهانی من، بچه جانم. هستی تو دوامی من، شادی ای تمامی من، بختی بر دوامی من، بچه جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. خواهم کی کلان شوی، عالمی زمان شوی، شخصی با ایمان شوی، بچه جانم. افتخاری من شوی، نامبرداری من شوی، ننگواری من شوی، بچه جانم. نوری تو چشمانی من، هستی تو نشانی من، منی ای جهانی من، بچه جانم. هستی تو دوامی من، شادی ای تمامی من، بختی بر دوامی من، بچه جانم. سلام و درود بیننده های عزیز، السلام علیکم تماشابینان شبکه شهنان. امروز جمعی تبریکاتی شهنان در طربخانه فردوس برای تبریک کردن جشن یک سالگی ملیکه بانو آمده. امروز تبریکات را از مسافرت از نام نانجان عزیزشان از نام نصیبانه تیار کردیم و میخواهیم همراه شما با قهرمان‌های موسیقی و البته تحفه‌های ارزنده پیشکش شما کنیم. با ما باشید، با شبکه شهنان. سلام عیدی، سلام بر مردم فرهنگیتن. سلامی ماست پیک عاشقانه، سرود است و درود است و ترانه. السلام علیکم پدران مادران عزیز، مهمانان طربخانه فردوس. یکایک شما را به امروز جشن یک سالگی و اولین میلاد عمر دخترک نازنین خانواده علی بابا خالدانه ملیکه بانو یک ساله خوش آمدیدتان. قدمهایتان را بالای دیده می‌خوانیم. مهمانان عزیز برای ما لازم هستند البته آنجان و بابا جان علی بابا خالدانه همراهی ملیکه بانو، البته پدر مادرشان از مکه آنجان آیتیش ما را به صحنه تکلیف می‌کنیم، البته با صوت و صدا و هم نزدیکتر می‌ایستیم. علی بابا هم خودشو علی بابا از بابا خالدانه مرحمت. السلام علیکم. خالدانه زادروزی نبیره مبارک باشد برای شما. امروز این دخترک نازنین، این فرشته خاندان، این طفلک نازنین شما اولین بهار خود را جشن گرفته ایستاده است. برای از مکه آنجانایتی جشن زادروزی دختر مبارک باشد بگویم. میگویند دختر را کلیت در جنت است. خدا کند که عمرش دراز شود، همیشه چایریزه که آنجان و بابا جانشان شده گردد. امروز از نام آنجانشان که در مسافرت هستند از نام نصیبانه تبریک میگویم. وقتا گوید که یک تاره قلبی من، یک مهربان خاندانی من، البته پریچه‌های ما امروز زادروز دارد. امروز ملیکه بانو جشن یک سالگی شده ایستاده است. آنجانشان به خدا خلا به رحمت گوید که جای من نبودگی من معلوم نمیکنند. مهری دو تا آنای بحث برای نبره من رسانده ایستادند. بودگیشان باشکر. من فخر میکنم که با چنین عائله رشته خداگری را پیوست کرده.
همیشه صحت سلامت گردند و مهر هر دیامای علمی نبیره ما برسانده اسلام برای من بخت است. همیشه صحت سلامت گردند و برای امروز طفلک نازنین ما، برای ملکه حقیقتا خاندان ما گوید که طفل گریانم کلان شو، طفل گریانم کلان شو، در جهان از من نشان شو. گنج شهوارم تو باشی، وقتی بیدارم تو باشی، در جهان نامداران نامبردارم تو باشی. اختر تابان پدر، مهره پیمان مادر، حاصل خودکاهی دل، دولت و دوران مادر. امروز عظمت باز یک کلید در جنت شما ملکه بانو صادرس دارد. خدا کند عمرش دراز شود، نامبردار شما باشد. در درون فرزندها از همه مهربانترین برای دادجان، برای پدر این دختر بود است. خدا خواهد کلان سوادگر بخت و کمالش را دیدن نصیب کند، صاحب معلومات عالی شود، نامبردار شما مادرجانشان باباجانشان باشد و خدا کند که خالی خاله در تک جمعیتش نشسته هزار الکار خواندن و خاندان بختش بسیار کردن برای شما نصیب کند. بگوید زادروزی نبیره مبارک باشد. مناجاتی برای شما نیست، از راه مادرجانتان تبریک بگوید. خدا کند که صفحه فرزندانتان زیاد شود و خاندانتان باغچه بچگانه شود و هر سال آمده ما شما را انتخاب تبریک کردن نصیب کند. بگوید حاضر باشد در اینجا از نام آنجانشان که نصیبانه در مسافرت هستند برای ملکه بانو طوفان ما هست. البته گردنبانه طلا خانه‌جانشان خودشان میسپارم. پرندایت مرحمت توفه ها را میسپاریم. زادروز جان مبارک باشد. مرحمت خواهدان امروز روزی خورسندی است. در روزی خورسندی چی نیت کنه، چی دعا کنه، دعای شما مستجاب بشود. ملکه امشب برا ملکه خاندانتان یک تخشیر کنه. السلام علیکم. تو خوش آمدید تو نتوش سرید بردید. امروز روزی یک سالگی می‌دارد ملکه بانو. ملکه بانو میخوام امر شو همش کلاش است. صد بدرانی صد بهار بیاد. نکو وقتی تخلیه شود. نکویی توی نکوشت نکو بایشت سرکوما دو مطلب آبرو بایزد شود. چون نکوی بخدمتو بایزد شود. نام نشید کرد صد بدران صد بهار. وقتی شد نکوم چه وقتی مرا تلفن واسه سر بچه کوم کلاش بایشت پشتم میمونه خوش شود. نورید نتوش شود. رحمت تشکر سلامت باشید. علی جان میاد بیستید شما. البته ملکه بانو دستتون بگیرید. حاضر باشید ما برای ملکه بانو اولین شیرینیش را شیرینی قصر شیرینی ها را برایش آماده کردیم برای ملکه بانو. البته از همکان جنایتی هم با همراهی فرزندان خیلی پسر هم از اجازه کنید جای شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. مرحمت تا نزدیکتر بیارید. زادروز مبارک باشد. مرحمت. Но не стоит грустить зря, не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе свят и миллион ночей и дней. С днем рождения, пусть порой не всегда весло, не печалься и не жалей. Будет много светлых дней, со свечами большой пирог и шампанское потолок. Сколько будет земля кружить, столько будем жить. С днем рождения, успеха, радости, весения, любых желаний исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви до головокружения, шумового настроения и самых преданных друзей. С днем рождения. بار دیگر زادروز مبارک. روز تولد را برای تمام خویش و تباران اهل و پیوندان مبارکباد میگویم. از همه که زادروز مبارک. روز خورسندی فرزند برایتان مبارک باشد. امروز
خالدانه اینا بلید که از دانه کسا مغز شیرین نگیرن نبیره را اطرافتان ما پروانه قدار نبیره ها فقط تشویشی توی همینا که همه کشته گشتن باریش مناسب کنند حاضر باشد در اینجا امیر شاه همین کسا یکتا خواهرچشان تبریک میکنن این طرف من یکتا میسیم السلام علیکم اکاتا کلام سلام تبریک میکنم صد بدار را پیری بدار شو حاج اون شو کلام سلام چیزی زور گفتم میچم ای молодец. کلام صحبت یک ماشین کلام گفته میتید خدا خواهد. انا میگم ملیکا بانو بعد از 17 سال بیدن اگر انا می ویدیو رولی که سالی امیرشا رو بگی کنی ماشینی من گفته پیسشان رو میبیانه امیرشا حاضر باشد جیان ها در اینجا تبریک میبیان زرمینه رافع جان جسمینه مرحمت شما رو تکلیف میکنیم و تا اون دم باشد اگر البته از مکان و جنایتی از نامی خواهرتان که شهنازایتی در مسافرت هستند از نامی اسرائیل پادشاه شما رو نیز تبریک میگوییم گفتم که سلامی ما رو و حضوری ما رو رسانید که امروز در روز خرسندی فرزند داشتن یا نشان بسیدن نتونستیم و البته میخواهیم که این جیانی نازنینی ما کلام شود و خوشبخت و سعادتمند شود مرحمت جیان ما شما رو تبریک میکنیم مرحمت برایت آسمان در خنده باشد چمانت را همه گل مانده باشد و این ایام اینکی زادروزت همه در پیش تو افکنده бошад. Задрус муборак Малика. Поздравляю тебя с днем рождения, моя дорогая сестренка. Пожелаю тебе удачи, здоровья. Я хочу тебя поздравить и сказать все доброе. Я хочу, чтобы ты выросла как хорошая девочка, как умница. Желаю тебе удачи и здоровья. Поздравляю с днем рождения. В первую очередь поздравляю тетю Наджан и Азамбатёр за то, что у нас теперь есть такая красотка, принцесса. Желаю тебе в будущем счастья, светлого будущего, чтобы у тебя все было в жизни хорошо и крепкого здоровья. Спасибо вам. امروز شما وظیفه‌دار هستید. البته که از نام مادرتان که مسافری بستن شرکت تبریک کنید و مهمانان خوش آمدید گید. گلور خواهی بیت شما هم نزدیکتر. مرحبا. السلام علیکم مهمانان. خوش آمدید. خاله جان شما تبریک اول. شما هم به بچه و کاکیتون با. خاله جان تیام ازم همه کدوم. ایلایم سرکتون بامبر. دختری کلام شد خود روزای نظر. باید ندونید. رحمان. مرحمت اما جان اما از همه شیرین ترین انسان میشدن برای جیان مرحمت اما ها نزدیکتر میستین السلام علیکم مهمانان گرامی خوش آمدید دیدار روزی سرما جانچه ما تبریک میکنم سلام و سلامت گردد دختری با منی و عقل شود عمری دراز میطلبم همه وقت خرسند شده بیمه نیورانشان میشه بچه کما همش کلان شود ایلویم 100 ساله شود 100 به حال عمرش دراز شد و 100 به حال دیگره بیند کلان شود ایلویم با وقت با عقلش با منی دختری با عقل وای شود کلان شود تبریک میکنم صحب سلامت گردم دادشو بیشه خدمتشو بکاگی دختری با منی با عقل بکاگی شود هموتون با رحمت شما دیدار ندیدید سرم تشکر اما جانی عزیز مرحمت مهران بیو که نزدیکتر Поздравляю Малику с днем рождения. Так быстро пролетел год. Нашей маленькой булочке уже год. Поздравляю ее. Желаю ей всего самого наилучшего, чтобы выросла самой примерной доченькой. Тетя Надежда и Азамбатёр, они для меня являются самой примерной семьей. И очень хочу, чтобы у меня было точно так же. Желаю им всего самого наилучшего. رحمت نیت‌های نزد اتاقی دیلشان گفتن اکنون باشد اما جانها خاله جانها همه کس همینجا با راهبری اونا جانشون از آغاز محفل رقص ما تقریب کنیم مایلشمی میرقصیم خرسندی میکنیم برای امروز ملیکا بانو چقدر سخن گویم کم است بار دیگر مهمانان عزیز خوش آمدید از همه گنجینه بی‌بهاترین که وقت است و عمر است ما جماعت شهنان گرفتیم حضور میپرسیم برای شما کیفیت اعلی اشتهاهای تام را آرزومندیم خوش آمدن میگویم صادرش مبارک باشد مرحمت سرودها برای شما Şabına mı kalına
یک سالگی اونشون تبریک کردیم. از نام شیرینی حیاتش را پیشکش شما کردیم. با ما باشید، با شبکه شهنام سلامت باشید. درست برای سن فیردوس خوش آمدید. Basta y muy amar, usted y muy amar.